الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های گرامی و معزز و دوستای نهایت گرامی، خوشحال هستم یک بار دیگر توفیق الهی حاصل شد و رفیق حالمان گردید تا در سلسله درس های بینش و بصیرت اسلامی در محضر گرامی و معزز شما حاضر شوم. عزیزا، ما بحثمان، صحبتمان در مورد شناخت انسان، تئوری سلامت انسان، راه رسیدن انسان به تعهد است. میخوایم انسان را بشناسیم، تعهد حاصل کنیم و وسیله تعهد دادن و نشان دادن برای دیگران شویم. تئوری رسیدن انسان به سلامت و تعهد چیست؟ به او خاطر در این بحث صحبت ما جریان داره، مطالعه انسان در جهانبینی اسلامی، و بالاخره بحث ما به این رسیده که انسان با داشتن منابع خیر و شر، عامل خیر و شر، هر کدام از این عوامل خیر و شر برای خود منابع رشد دارند و در صورت رسیدن اون منابع رشد و یا تغذیه ها، غذاها، همون جهت رشد میکنه. ما با داشتن منبع خیر که عبارت از روح باشه، با عبادات رشد میکنه. با عبادات به رشد روحی میرسیم. در جلسه گذشته در مورد تعریف عبادت و شروط پذیرش و قبولی عبادات با شما عزیزان صحبت داشتیم. اما اجازه دهید که در جلسه حاضر در مورد عبادات به شکل مشخص که به چند گروه و صنف تقسیم میشه صحبت داشته باشیم. عبادات به دو صنف، به دو گروه تقسیم میشه: عبادات با قید و شرط و عبادات غیر مقید به شرط. عبادات با قید و شرط از نامش پیداست و عبادات گفته میشه و نامیده میشه که برای خود پیش شرط ها و شروط، قیود و حدود دارد، زمان و مکان مشخص دارد. به او جهت این را به نام عبادات مقید به شرط نامیدن علمای اسلامی. عبادات با قید و شرط که از نامش پیدا هست 4 عبادت است: نماز، روزه، زکات و حج. همه‌اش دارای قیود و شروطن. نماز عبادت با قید و شرط و در صورتی که این نماز پنجگانه یا صلوات خمسه یا نمازهای پنجگانه با اون شرایطی که خدمت شما در جلسه گذشته ارائه شد صورت بگیره و انجام شود، قطعا مطمئن باشیم که سبب رشد روحی انسان میشه. و باز تکرار میدارم، اکثر انسان ها نماز میخوانند، حتی نمازشان قضا نمیشه، ولی یک ذره از رشد روحیش، نه این که از یک هفته تا هفته دیگر، نه این که از یک روز تا روز دیگر، بلکه از سال تا سال دیگر، از سالها به سالهای دیگر تغییر نمیه. چرا؟ در شروط پذیرش قبول عبادات منهمک نشده. یا اخلاص نداره 100%،
یا اتباع پیغمبر نبوده علیه السلام. از این جهت در صورتی که نماز با این شرایط سیگانه صورت بگیرد واقعا سبب رشد روحی انسان میشه. نماز قضیه دست کم نیست. در معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این تحفه است، فرضی است که الله سبحانه و تعالی برای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم مفروض و امر و دستور می‌دارد. و قطعا نماز نبوی با اعتدال و انسجام پیغمبری و صحابه گونه قطعا انسان را به فلاح و به رشد روحی میرساند. بنان نماز یکی از عبادات است که رشد روحی انسان بر انسان میبخشه و غیر از نمازهای مفروض و مکتوب ما نمازهای نوافل داریم. این را هم انسان به اصطلاح به قدر توانش باید انجام بده و به همین شکل ما روزه داریم. روزه قطعا بر انسان رشد روحی میده. همین که انسان امساک و خودداری میدارد از صبح تا بیگاره تمام روز، یقینا فشار بسیار قوی بر سر نفس است. سبب اصلاح و تزکیه نفس میشه و اون طرف سبب رشد روحی انسان میشه. بناهن عبادات با قید و شرط مثل نماز و روزه به ما رشد روحی میده. یک ماه رمضان این برای این است که در کنار از اینکه دستور الهی انجام شد به عنوان خالق و رب حقیقی ما و مالک حقیقی ما و حافظ حقیقی ما و ما مأمورین و بنده های الهی باید این دستور انجام بدیم، اما منفعت و فوائدش برای خودمان است، مصلحت برای خودمان است از نظر صحی، معنوی و سایر فوائدی که رمضان در پی دارد. روزه رشد روحی بر انسان میده. شما دقت کرده باشید عزیزان، در رمضان انسان به امور خیر سبقت داره، بیشتر امر خیر انجام میده. روز در جریان روز دهن بسته از خوردن و نوشیدن، وقتی شب میشه بیشتر از نیم شب در قیام و صلات و سجود و رکوع. در واقع همه خواب نظمش از هم میخورد، ولی با آن هم یک ماه مسلسل با این که انسان نمیخوره نمی نوشه و شبش هم زنده میگذره، ولی میبینی که در کارهای خیر سبقت داره، بیشتر انجام میده. میفهمین؟ علت رشد روحی است در این مقطع زمانی. بعد از رمضان میبینید که تساهل و تغافل، گیج بودن و بعد آهسته آهسته بر سر انسان مستولی میشه. این خود نشان دهنده است که در مقطع زمانی صوم و روزه و ایام رمضان انسان رشد روحی پیدا میکنه. پس روزه یک منبع تغذیه بزرگ برای رشد روحی ماست. همچنان زکات. البته ما در کنار روزه فرضی روزه نفلی هم داریم، روزه های مسنون و همیشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوشنبه و پنجشنبه در روزه های مسنون این را می گرفتن و روزهای دیگر، روز یوم عرفه، یوم عاشورا، اینا همه سبب رشد روحی انسان میشه. و باور بکنین عزیزا،
روزه برای خدا هست و برای کسب حصول رضای خدا جل جلاله و رشد روحی بر انسان میده. بر جسم انسان چه فواید داره؟ بسیار زیاد. اطبای غیر مسلمان امروز مقالات نه بلکه کتب بسیار غلیظ و ضخیم در مورد رمضان، یعنی فوایدش که برای جسم انسان از تأثیرات از نظر ساینس و علم و طب و تجربه ثابت شده است. و کسی 2 روز در هفته روزه بوده باشد، دوشنبه و پنجشنبه، اثنین یوم الخمیس، یکی از فوایدش است که قطعاً به مشکل معده و امراض و این مسائل گرفتار میشه، به غیر از اینکه مسنون از سنت به جا آورده شده است و بالاخره سبب رضای خدا جل جلاله میشه. به این شکل زکات یکی از ارکان اسلام است. نفس نمیخواید، نفس خاصیتش بخل است، امساک است، خودخواهی و خودمحوری است، ولی بود اصلی شخصیت انسان که روحانیتش است، این میخواد که انسان خیر بوده باشه، سبب خیر برای دیگران شود. و قرآن عظیمشان میفرماید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسی که خود را از بخل، از ممانعت نفس وقایه کرد. نفس 1 روپیه و 1 دینار، 1 درهم، 1 افغانی، 1 تومان، 1 ریال، 1 دلار نمیخواد که در راه خدا انسان مصرف کنه. این سخاوت و جوادت به غرض آسایش خلق الله انجام دادن و به هدف حصول رضایت الله سبحانه و تعالی واقعا خواست روحی است، سبب رشد روحی انسان میشه. این فایده شخصی انسان که انسان از بخل و امساک و به اصطلاح خودمحوری خلاص میشه و از سوی دیگر اجتماع اسلامی با هم بسته میشه و تعاون و تساند و همکاری میان مجتمع اسلامی تقویم میشه و دیده میشه و معاونت و همکاری ایجاد میشه، صمیمیت و اخوت و برادری میشه. الله اکبر. در هر حکمی از احکام الهی به دهانی بلکه به صدها و هزارها فواید و حکمت و فلسفه وجود دارد. به این شکل حج، آمدن به بیت الله شریف به غرض ادای فریضه حج، به کسی که استطاعت جسمی و مالی دارد سبب رشد روحی انسان میشه. اما شرط این است که این حج که پیغمبر صلی الله علیه و حج مبرور مسما کرده و تعیین کرده، مطابق طریقه پیغمبر صلی الله علیه و یعنی خذوا عنی مناسککم، با روش و اسالیب و طریقه های مطهر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و با اخلاص صورت بگیره و با مال پاک و حلال انجام صورت بگیرد و در حین ادای حج از جدال و مناقشه و منازعه و شتم و لغو و عبثیات خودداری کردن. این در پیغمبر صلی الله علیه و حج مبرور، حج مقبول نامیده که سبب رشد روحی انسان، سبب حصول رضایت الله سبحانه و تعالی میشه. الله بزرگ این چنین حج را برای هر اولاد بشر نصیب لطف فرمایه. ولا جدال فی الحج، در حج جدال و منازعه نیست، مناقشه نیست، مناقشه های منفی و بی پیامد و بی آثار و میان خالی و میان تهی. پس حج یکی از عبادات با قید و شرط است، زمان و مکان به خود دارد در وقت خودش و این سبب رشد روحی انسان میشه. به غیر حج ما عمره داریم، سالانه یک عمره کردن سنت است، مسنون است. پیغمبر صلی الله علیه و این کار را میکرد. سبب
رشد روحی انسان میشه. از این جهت عزیزا این عبادات با قید و شرط، نماز، روزه، زکات و حج، مشروط به این که با شرایط پذیرش قبولی عبادت صورت بگیره، قطعا رشد روحی بر انسان میده، قطعا انسان را به سوی خوبی ها میکشونه، قطعا انسان رنگ ربانی و الهی و معنوی مییابد. در کنار زکات ما صدقات داریم. رسول علیه السلام صفتش جواد بود، اما در رمضان اجود الناس میشد، سخی ترین انسان. منان دست ما باز بوده باشه، لقمه من را شریک بسازیم. طعام الواحد یکفی للاثنین، صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. طعام یک شخص، یک فرد کفایت به 2 شخص میکنه، از 2 شخص به 3 نفر، همونطور بالاتر. به او خاطر دست ما باز بوده باشه از بخل، حسادت، خودمحوری، خودخواهی، اما چیز به خود خواستن. انسان ای از خواستهای نفسی انسان است، نمیرسن. بنان اگر بتانیم این عبادات با قید و شرط را درست انجام بدیم، با اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم این را ملبس بسازیم، این را مجهز بسازیم، هر خطوه و قدمی که میگذاریم متوجه باشیم که نقش قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فراموش نشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و یغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحیم. خدا را دوست دارین، در اتباع پیغمبر است. اتباع پیغمبر چی میشه نتیجهش؟ یحببکم الله، خدا شما را به دوستی میگیره. دیگری که فایل و پرونده های گناه های شما را پاک میسازد، بر اون خط بطلان میکشه. والله غفور رحیم. اخلاص داشته باشیم. اگر اخلاص نباشه، صلات و زکات و صیام پیش خدا قابل قبول نیست و سبب رشد روحی انسان هم نمیشه. این ضرور است و کوشش شود. لقمه حلال یک مسئله ضرور است فهمش. لقمه حلال امروز از حلال کده حرام بیشتر دیده میشه. سوال برای شخص و انسان خلق میشه، چطوری میشه در این لقمه های حرام حلال را دریافت؟ ولی فکر میکنم که اگر انسان تنها تلاش بکنه که لقمه خودش را پاک بسازه، در وظیفه و مأموریت خودش مخلص و سعی بوده باشه، سعی و تلاش داشته باشه، اون با صداقت و امانت به پایان برسانه، مطمئن هستم که انشاءالله امید به خداست که هرچند اون طرف لقمه حرام بوده باشه، ولی برای از انشاءالله با می تلاش و سعی که در محور خودش انجام میده لقمه حلال شود. این بلوای عام است، متاسفانه حالات اینطوری شده است. به هر صورت این عبادات با قید و شرط است. توفیقات مزید برای شما برای خود آرزو میکنم. تداوم و تواتر و ادامه این عبادات تا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یقین به مرگ برسه. انسان از تکلیف عبادت بیرون نیست و این عبادات فواید دنیوی و اخروی برای انسان میبخشد. ان شاء الله که در جلسه بعدی در مورد صنف دوم عبادات که بدون قید و شرط است یا عبادات غیر مقید به شرط است با شما که عزیزان و خوبان صحبت خواهیم داشت تا حضور و دیدار بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.